دادگاه شهر دوشنبه شکایت ژورنالیست زندانی توجک زفقبک سیدامینی را صرف نظر کرد و 7 سال حکم زندان او را به تغییر باقی گذاشت. در این باره روز 7 دکامبر سال 2022 در فیسبوک برادر او سینا سیدامینی خبر داده است. سینا سیدامینی نوشت شکایت زفقبک در دادگاه دوشنبه روز 3 نوامبر بررسی شده بود. در پی رد شدن شکایتش حکم زفقبک سیدامینی به اجرا درآمده و او را برای ادای حکمش الکی از بازداشتگاه به محبس انتقال دادند. ولی سینا سیدامینی نوشته است که برادرش عزم دارد که به تمام زینه‌های دادگاهی مراجعت کرده بیگناهی‌اش را اثبات کند. ژورنالیست سابق تلویزیون تاجیکستان زفقبک سیدامینی روز 8 ایول سال 2022 از سوی کارمندان شعبه اوباب در شهر وحدت دستگیر شد. محاکمه پرونده او روز 11 اکتبر آغاز یافت و در بنای سزا گذشت. به مرافعه نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران راه داده نشدند. حتی خشم و دربار نزدیک ژورنالیست بازداشت شده تنها در مرافعه سیوم و آخرین اجازت حضور پیدا کردند. در 2 مرافعه قبلی آنها پس در مانده بودند. دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 3 نوامبر سال 2022 زفقبک سیدامینی را بر اساس ماده 307 به همکاری با حزب سازمان‌های ممنوع گناهکار شناخته به 7 سال زندان محکوم کرد. زفقبک سیدامینی در سخن‌های آخرینش در دادگاه گفته است خود را گناهکار نمی‌شمارد و با هیچ حزب و حرکت ممنوع در تاجیکستان همکاری نداشت. سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان پرونده زفقبک سیدامینی و 4 ژورنالیست دیگر را بافته و به اساس نامیده بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که همه ژورنالیستان زندانی را آزاد و تعقیب و ترساندن ژورنالیستان را بحث کنند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال یگان پاسخ نداده است.